این رانندگان تاکسی با دریافت یک پیام درباره برگزاری مجلس با حضور نمایندگان برنامه جوره به اینجا آمدند. شماره به داخل تالار راه یافته باقی مانده بیرون در ماندند. مسئولان شرکت‌های تاکسیرانی و نمایندگان برنامه جوره گفتند که هدف تنها فهمانیدن طرز استفاده این ضمیمه است و در روزهای دیگر نیز چنین مجلس‌ها برگزار می‌شود. آنها به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه ندادند وارد نشست شوند. اکثری رانندگان گفتند در این جلسه آنها از چند مشکل خود صدا بلند کردند، از جمله از تصمیم طلب 25% از درآمد آنها. این راننده با دلیل مشکل پیش نیامدن در کارش نخواست نام و چهره‌اش نشان داده شود. درباره ام پروگرام ام درون داخلی ام شرکت یا گپ زدن، بعد پیلوت گفتن که انا باید ما فایز مانیم، دونیم فایز باید بمانیم، 25% باید مانند، ای سر 10 سوم 250 درهم باید بگیرن. باید همین خیلی گپه در گپ شرکت. با گفته او در صورت طلب پول علاوه‌ای مجبور است کار را بس کند و به صف بیکاران بپیوندد. اعتراض دیگری رانندگان در این جلسه از نقض کودکس مهنت تاجیکستان بوده است. میگویند شرکت‌های تاکسیرانی ماهی همگی یک روز به آنها حق استراحت می‌دهند. شرکت از رانندگان نوابسته از کار کردن یا نکردن هر روز 100 سومانی طلب می‌کنند. بعد ما درباره 100 سوم سوالش دادیم، گفتیم خیلی نمی 100 سومش برای چی؟ 100 سوم با ما تعلق نداره. میگه این 100 سوم با ما تعلق، با ما گفتیم با کی تعلق داره؟ افتاباز دادم میگم، افتاباز میگه با ما تعلق نداره. شما را میگم، شما میگین با ما تعلق نداره. کسی خواسته سه اومده سه در بالا همین تاکسی هم پول مونده سه هم فویز مونده سه. ما نمیدونیم که عرض داد ما در کجا بکنیم. رانندگان میگویند اگر روزی از ضرورت به کار نبرویند هم از حساب خود به شرکت پول میسپارند. نمایندگان شرکت‌ها بارها تاکید کردند که در حالت‌های ضروری راننده میتواند با پیشنهاد عریضه استراحت گرفته از پرداخت پول آزاد شود، چیزی که به قول رانندگان در عمل اجرا نمی‌شود. میگه عادی میتم این دروغ است. ما شرکت رفتم در همون شرکت این همی ای کاغذ دیامت بچم بعد میرا بردم، گفتم اینا ما راحت دارم، مقصد مرا 3 روزه جواب بدین که من آنالیزای بچم تا حتی دارو تا همجا را نوشتگن، من همین دارو بعد من برم در دفتر در لیناباد نشان بدم، گفت که انا مایل بر نشان بده بیا با هم 300 میلیون تا بسپار ودیخ ما نداریم. این خیلی گپ نیست. من برا خود رفتم با کاغذ تا حاضر من داروی امیره بخت و قسم خریدگی نیستم، زورم نمیرسه. ماه ایون امسال شهرداری دوشنبه تنها به 4 شرکت مسافربری اجازه تاکسیرانی در حدود پایتخت را داد. اینها شرکت‌های اکو تاکسی، آلوچا افتا، کوویون و صفا تاکسی هستند، ولی نام مالکانشان معلوم نیست. در نظر است برنامه جرأت تدریجاً در همه تاکسی‌های دوشنبه راه اندازی گردد. حالا تنها بخشی از تاکسی‌ها آن را دارند.